دکتر ژوزف مورفی میگه در فقر هیچ فضیلتی وجود نداره. این یک بیماری روانی است و باید از روی زمین حذف شود. شما اینجا هستید و از نظر ذهنی و معنوی و مادی رشد میکنید که این حق مسلم شما. شما باید خود را بازیابی و با تجمل احاطه کنید. در آرامش بخوابید و با شادی بیدار شوید. تصور کنید هر شب درست قبل از خواب یک کلمه جادویی میتونه درهای موفقیت و فراوانی رو براتون باز کنه. کلمات به عنوان کلید تغییر زندگی معرفی میشن. آماده اید این راز رو کشف کنید و آینده شگفت‌انگیزی رو با هم بسازیم؟ پس لطفاً تا پایان این ویدیو با من همراه باش. به نام خدایی که مرا خالق لحظه های خویش آفرید. ضمیر ناخودآگاه ما میتونه برامون معجزه کنه. ما از صبح تا شب کار میکنیم، شبم که میایم خونه خسته و کوفته میخوایم استراحت کنیم و بخوابیم. حالا فکر میکنید وقتی ما میخوابیم ضمیر ناخودآگاه ما هم به خواب میره؟ نه، ضمیر ناخودآگاه ما هیچ وقت نمیخوابه. اون 24 ساعته در حال کاره. وقتی شما به خواب میروید ضمیر ناخودآگاه شما تأثیرپذیری بیشتری داره. تو این لحظه ذهن شما طوری عمل میکنه که انگار پرده ای که بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه بوده کنار میره و هر چیزی که تو این زمان به ذهنتون وارد بشه به راحتی در اعماق ضمیر ناخودآگاه شما ثبت و ذخیره میشه. ضمیر ناخودآگاه بدون اینکه خودتون متوجه بشید مدام داره روی اطلاعات، باورها و افکاری که به اون دادید کار میکنه و اونا رو توی زندگی روزمره‌تون بازتاب میده. ضمیر ناخودآگاه ما 5 دقیقه آخر روزمون و صبح بلافاصله بعد از بیداری 95% فعاله. یعنی بالاترین تأثیرپذیری رو برای ما داره. برای همینه که ما باید صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن و شب قبل از خوابیدن مغزمون رو برنامه‌ریزی کنیم. حالا چجوری این کار رو انجام بدیم؟ به این صورت که شب قبل از اینکه بخوابی خواسته ها و آرزوهات رو به زمان حال باید بنویسی تا بهتر توی ضمیر ناخودآگاهت بمونه و بعد در حالی که توی رخت خواب دراز کشیدی و پلکات داره سنگین میشه هر چیزی که برای آینده خودت میخوای رو باید توی ذهنت تجسم کنی. یه تجسم واضح و روشن از خواسته ای که داری. باید چیزی رو که تجسم میکنید به ضمیر ناخودآگاهتون میدید اونقدر شفاف و واضح باشه که اون دقیقاً بدون شما چی میخواید. نباید مدام از این شاخه به اون شاخه بپرید. مثلا فکر کنید توی تاکسی نشستید، هر چند دقیقه یه مسیر جدید رو به راننده پیشنهاد میدید و مسیر رو تغییر میدید. خب راننده گیج میشه و متوجه نمیشه دقیقاً باید چه مسافتی رو طی کنه تا شما رو به مقصد برسونه. اینجاست که شما به مقصد نمیرسید یا اینکه خیلی دیر به خواستتون یا همون مقصد میرسید. شما وظیفه دارید که مسیر رو سرراست و مشخص رو به راننده بگید تا از کوتاه‌ترین راه به مقصد برسونه شما رو. ضمیر ناخودآگاه ما هم دقیقاً مثل همون راننده تاکسی میمونه و تخیل و تجسمات ما آدرسیه که ما به اون ضمیر ناخودآگاه میدیم. شما باید پایان هدف خودتون و اینکه کجا بهش میرسید رو تجسم کنید. همونطور که شما اونو تجسم میکنید همه راه‌ها برای رسیدن به اون خواسته داره براتون باز میشه. پس یاد بگیرید و تمرین کنید که مسیری رو به ضمیر ناخودآگاهتون بدید که کاملا واضح و روشن باشه. دکتر مورفی توی کتاب ضمیر ناخودآگاهش میگه که تو میتونی با تکرار 2 کلمه مهم از خواسته ای که داری درست مثل یک کد 2 کلمه ای قبل از خواب اونو محقق کنی. 2 کلمه ای که ظاهرا ساده هستن اما قدرت خیلی زیادی دارن و میتونن شما رو به موفقیت و ثروت، سلامتی و خوشبختی برسونن. درست مثل یه نقشه راه برای راننده تاکسیه. مثلا شما میخواین که توی کارتون هر روز موفق‌تر بشید، توی رفاه کامل زندگی کنید
پس شب قبل از خواب خودت رو توی موقعیت کاری موفق، رفاه کامل ببین و 2 کلمه ثروت و موفقیت رو مثل یک کد به ناخودآگاهت دیکته کن. ضمیر ناخودآگاه قبل از خواب خیلی راحت تحت تاثیر تلقینات ما قرار میگیره. پس وقتی این 2 کلمه رو درست قبل از خواب با خودتون تکرار میکنید، پیام‌های مثبتی به ضمیر ناخودآگاهتون میدید و اون مدام اونا رو بررسی میکنه و بهشون جهت میده و به این صورته که این تکرار کردن شما مثل کاشتن بذرهای موفقیت و ثروت روی زمین ذهنتونه. به مرور زمان این بذرها جوونه میزنن، در قالب افکار، باورها و رفتارهای مثبت توی زندگیتون ظاهر میشن و این تکرار به ذهن شما یادآوری میکنه که شما فردی ثروتمند و موفق هستید. پس ثروت و موفقیت نه تنها برای شما دست یافتن نیست، بلکه حق مسلم شماست. پس هر شب قبل از خواب این 2 کلمه مهم از خواسته‌ای که داری رو با ایمان و حس خوب تکرار کن و مطمئن باش که ضمیر ناخودآگاه شما بیداره و داره کوتاه‌ترین مسیر رو برای شما پیدا میکنه. ذهن شما همون چیزی رو میپذیره و محقق میکنه که به اون ایمان دارید. حالا با ایمان و پرقدرت زیر این ویدیو بنویس من فردی ثروتمند و موفق هستم و اینو بدون که موفقیت و ثروت حق مسلمتون. بهترین ها رو از خدا براتون آرزو میکنم. انشاءالله در زیر سایه خداوند شاد و ثروتمند باشید.